درود بر شما. امیدوارم که حال خودتون و کسب و کارتون خوب باشه. چند سوال طلایی در حوزه بازاریابی با توجه به وضعیت موجود کسب و کارتون می‌خواستم باهاتون به اشتراک بذارم. اول، برای آگاهی مشتریان هدف کسب و کارتون از وجود شما و خدمات و محصولات شما چه کار انجام میدید؟ چطوری اونو اندازه‌گیری میکنید؟ سوال دوم، برای علاقه‌مند کردن مشتریان هدفتون به کسب و کار و محصولتون چه کارهایی انجام میدید؟ مورد سوم، اینکه در مرحله تصمیم گیری مشتری برای خرید محصول یا خدمت شما چه کارهایی رو انجام میدید و این کارهایی که انجام میدید رو چطوری اندازه‌گیری میکنید که آیا به اون نتیجه‌ای که مد نظرتون بوده شما نزدیک کرده یا نه فاصله داره با آن هدف گذاری که برای این منظور در نظر گرفت. و سوال چهارم و آخر، این که در مرحله خرید و تصمیم گیری نهایی مشتری که منجر به خرید اون میشه چه کارهایی کردید، میکنید و چطوری اون رو اندازه گیری میکنید. مسلماً روش‌هایی برای بهبود فرآیندهاتون در این بخش وجود داره. به اونا فکر کردین؟ شما هم اگر برای هر بخش از این 4 سوال پیشنهاد یا نظری دارید لطفاً توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. موفق باشید.